گرمه. با عبور از دالان‌های تو در توی این غار 7 طبقه یا 7 چاکرا ما هر لحظه با یه شگفتی جدیدی مواجه می‌شدیم. به یه محوطه رسیدیم که انگار خدا کهکشان رو اینجا نقاشی کرد. اینقدر زیباست. امیدوارم که بتونیم به تصویرش بکشیم. انگار خدا با دست خودش این غار زیبا رو نقاشی کشیده بود و کهکشان رو داخل این غار برای ما به نمایش در آورده بود. اما بعد از چند ساعت پیمایش داخل این غار زیبا رسیدیم به اون چیزی که دنبالش بودیم. بله، رویش موهایی که از دیوارهای این غار در اومده بود. بسیار عجیب بود. محلی ها اعتقاد داشتن که این موها موهای جن هستش و نباید به اون دست زد و ما هم از روی ترس یا از روی احترام دست نزدیم. شما رو دعوت میکنم به عجیب ترین خلقت خدا